چی می شود؟ حال احوال من و شما. ثم الینا ترجعون. حالا بخواهیم یا نخواهیم، موافق باشیم یا مخالف، برای حساب و کتاب نیکی و بدی خویش به خانه ابدی و همیشگی را سپار می شویم و تمام عملهای خیر و شر که عزیز دلم با دست و پای خویش در دنیا انجام دادیم، اینجا جای جواب است، اینجا جای پاسخ است. خب نگاه بکنید، همینجا جای پاسخ است، جای جواب هست. در مقابل منکر و نکیر عزیز دلم، وقتی که من و شما را داخل خانه ابدی، داخل خانه همیشگی میگذارند و اهل زنده ها از اینجا برمیگردند به خانه و کاشانه خیش، نیروی خدای رؤوف و مهربان دارد به اسم منکر و نکیر عازم قصر و قصور و خانه ابدی و همیشگی من و شما میشن که قبر است و از اعمال بالاخره دنیاوی خیش من و شما بالاخره پاسخ میدیم، جواب میدیم. حالا عزیزی دلم، مرگ و میر با کسی روی درواسی ندارد. تکتاز دنیا وقتی که عمر من و شما به اتمام رسید، چی شاه باشیم چی گدا، چی فقیر باشیم چی غنی، چی سفید پوست باشیم چی سیاه پوست، چی عرب باشیم چی عجم، چی شمالی چی جنوبی چی شرقی چی غربی، با هیچ کدام از من و شما روی درواسی ندارد. ولو که انبیا علیهم السلام ولو که پیامبران عظیم الشان خدای رؤوف و مهربان باشند، با کسی حضرت عزرائیل علیه السلام روی درواسی ندارد. یک ماجرا را در ضمن این آیه به سبب باران شدید عرض میکنم و همه عزیزان سروران را به خدای رؤوف و مهربان میسپارم. روزی از روزهای بود، تکتاز دنیا حضرت عزرائیل علیه السلام عازم قصر و قصور و آپارتمان حضرت داوود علیه السلام شد. حضرت داوود نگاه کرد، در جلوی رویش هست، رویش را گردان نگاه کرد، طرفش راستش هست، به طرف چپ رویش را گردان، در طرف چپش هست، چهار طرفش سنگر زد. گفت بابا شما چی کسی هستی؟ بدون اجازه وارد قصر و قصور و آپارتمان من شدین، از چی کسی شما اجازه پرسیدین و چی کسی برای شما اجازه دخول و ورود داد؟ گفت من کسی هستم که هیچ ملک را برای ملوک نخواهم داد و هر زمان قصد میکنم، اراده میکنم وارد قصر و قصور و آپارتمان ملوک بشم، تمام نیروهای ملوک در مقابل من عاجز و ضعیف میشوند و تمام سلاحهای ثقیله و خفیفه بالاخره انسانیت و بشریت در مقابل من لاجواب میشود، لاینحل میشوند. گفت این صفاتی که شما ارائه دادی، این صفاتی که شما عرض کردی، حتما حضرت عزرائیل علیه السلام هستی، چون این صفات در او دیده و مشاهده میشد. گفت آره من ملک الموت هستم که خدای رؤوف و مهربان برای قبض روح شما ما را موکل کرده است. عمرت به اتمام رسید، به خدمت قبض روح شما تشریف آوردم. حضرت داوود علیه السلام در جوابش عرض کرد، گفت بابا شما قبل از اینکه پیش من می آمدی اجازه می دادی، ما را خبردار می کردی، آگاه می کردی تا خودم را بیشتر برای سکرات مرگ آماده می کردم. حضرت عزرائیل علیه السلام در جوابش عزیزان دل عرض کرد، گفت من بارها شما را آگاه کردم، بارها شما را بالاخره کمال آگاهی دادم، اما شما پند نگرفتی، شما تعقل نکردی، شما تدبر نکردی، تفکر نکردی، تفقه نکردی. گفت چطوری؟ گفت فلان همسایه شما کجاست؟ فلان اجداد و اولاد شما کجاست؟ فلان فامیل قوم کجا رفت؟ ابو بشر حضرت آدم علیه السلام و همسرش حوا علیه السلام کجا رفتند؟ حضرت نوح علیه السلام که بعد از آدم اولین پیامبر عظیم الشان اسلام بود، اولین پیامبر شان دینی روش خودش بود، کجا رفت؟ گفت همه رخت سفر از این خاکدان خاک فانی بربستند،
و به سرای باقی شتافتند، جان به جان آفرین تسلیم کردند، دعوت حق را لبیک گفتند، پیک اجل را لبیک گفتند و به ملاقات خدای عزوجل رسیپار شدند. گفت این همه کاروان مرگ و میره که از آدم گرفته و هوا و نوح و شیط و دیگر انبیا و دیگر بالاخره ذریاتشان مشاهده کردی، این همه آگاهی، نهیب، هشدار و اخطار کامل برای شما بود تا خودت را برای مرگ و میر آینده آماده بسازید. و اینجا بود عزیزان دیلم که پنجه ملک الموت عازم حلقوم حضرت داوود علیه السلام شد و روحش را از ناخن پا تکان داد و از گلوگاهش بیرون کشید. همین است عزیز دیلم، مرگ با هیچ کدام از من و شما روی درواسی ندارد. مرگ هیچ کدام من و شما را خبر نمی کند که کی به سراغ بالاخره من و شما می آید، شب است یا روز، در سن جوانی و نوجوانی و یا در سن ریش سفیدی یا در سن پیرزانی، هیچ کس را آگاه نمی کند. در کدام مکان، در شمال و جنوب و شرق و غرب، شب یا روز، هیچ کسی را آگاه نمی کند. به تعبیر شاعر عصر و فیلسوف اسلامی عرب، الموت یاتی بغتة والقبر صندوق العمل. مرگ عزیزان دل ناگهان به سراغ انسانیت و بشریت حمله آور می شود، اما فقط محل صندوق العمل من و شما باقی می ماند. محل صندوق و عمل من و شما همینجا هست. سعادت و نکبختی، شقاوت و بدبختی من و شما در صورت اونجا فهمیده می شود، اونجا مشاهده می شود. اونجا سعادت و نکبختی و شقاوت و بدبختی خش را می دانیم که عازم خانه ابدی و همیشگی من و شما را بی کند و بر سر و کله من و شما سنگ خاک بریزند. اون زمان سعادت و نکبختی، شقاوت و بدبختی خش را من و شما درک میکنیم که ما عزیز خدا، عزیز رسول خدا، یا دشمن خدا یا دشمن رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم. از این لحاظ عزیزان دل به یاد بیارید اون صحنه را که تابوت من و شما را به پرواز در میارند و به جا و مکان میارند من و شما، یکی اینجا محل اصلی و خانه ابدی و همیشگی من و شما هست. دنیا محل اقامه من و شما هست، قبر وطن اصلی من و شما هست. و یاد بیارید این صحنه را که روزی از روزهای من و شما را هم میارند، اما وقتی که در خانه ابدی و همیشگی من و شما را قرار میدهند، اهل زنده ها مشت خاک را میگیرند و بر سر و کله من و شما میریزند و میگویند منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. از همین خاک شما را آفریدم. خدای عزوجل میگوید همه انسانیت و بشریت را از آدم گرفته تا آخرین امت، ماده اول انسانیت و بشریت از همین خاک است. از همین خاک شما را آفریدم، بخواهید یا نخواهید دوباره شما را داخل خاک میکنم. باری دیگر از همین خاک شما را احیا و زنده میکنم، به پای حساب و کتاب شما را میکشم. شاعرم قرآن عظیم الشان را به نظم در آورده است، به شعر. ز خاکت آفریدم خاکیان بیدار باش، خاکیان بیدار باش. قرآن به زبان عجم. ز خاکت آفریدم خاکیان بیدار باش، خاکیان بیدار باش. خاک بودی خاک میگردی، در میان هوشیار باش. ابتدایت از خاک، انتهای من و شما هم بالاخره بخوایم یا نخوایم به خاک میرد. از این لحاظ به یاد بیار از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزه قفس ساختند از بدنم. عزیز دلم، مولانا جلال الدین رومی میگوید تعقل بکن، تدبر بکن، از کجا آمده ای؟
به خاطر چی آمدی؟ چه کار باید در این دنیای چند صبا کرد؟ و انتهای بازگشت من و شما به کجا هست؟ چرا تعقل و تدبر و تفکر نمی کنید؟ این شعر بیانگر این است عزیز دلم، یک مخلوق داخل قفس من و شما هست، یک مخلوق داخل بالاخره جسم من و شما هست، نامش روح هست. نامش روح هست عزیز دلم. روح میگوید که بابا من همیشه و جاوید داخل جسم تو نیستم، من چند سبب بالاخره داخل جسم شما اقامه گرفتم، وطن اصلی من اینجا نیست. روزی از روزهای میشد که از اینجا من میرم. به کجا میرم؟ به جای اصلی خیش. کجا هست؟ عالم ملکوت، اون جایی که فرشتگان دارن زندگی میکنن. من روزی از روزهای میشد به عالم ملکوت میرم، به اعلای بالا میرم، شما را تنها میگذارم، جسد خشک و خالی از شما باقی میماند. از این لحاظ اینجا محل من نیست، اینجا جای من نیست، اینجا محل سکونت من نیست. روزی میشود که من از شما خارج میشم، شما را تنها میگذارم. از این لحاظ علاج واقع قبل از وقوع است. پیش از اینکه تکتاز دنیا حضرت عزرائیل علیه السلام به سراغ شما برسد، احکامات خدای عزوجل را طبق سنت سنیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در زندگی خش پیاده بکن. اوامر الله تبارک و تعالی را در زندگی خش احیا بکن و از منهیات خدای عزوجل دوری بجوز. از این لحاظ عزیز دلم، نزدیکترین دوستان، نزدیکترین محبوبان دنیا وقتی که من و شما را بالاخره داخل خانه ابدی و داخل خانه همیشگی میکنند، با والله و بالله و تعالی قسم عزیز دلم، نزدیکترین دوستان، محبوبترین و معشوقان دنیای من و شما از من و شما فرار میکنند. همسر از من و شما جدا میشد، پسر از من و شما جدا میشد، دختر از من و شما جدا میشد، دوست و یار و رفقای صمیمی و نزدیک من و شما تا اینجا من و شما را یاری میکنند. از اینجا همه از من و شما استعفا میدهند، همه از من و شما جدا میشن. چی چیز اینجا غمخوار من و شماست؟ چی چیز در این لحظه دلسوز من و شماست؟ چی چیز عزیزان دل از این تاریکی از سؤال منکر و نکیر من و شما را میتواند رهایی داد، نجات داد؟ ایمان من و شما، اخلاص من و شما، تقوای من و شما، للهیت و معنویت من و شما میتواند عزیز دلم دست من و شما را بگیرد و در این خانه تنگ و تنها بالاخره من و شما را نجات بدهد. دعا بفرمایید که الله جل جلاله و عم نواله از این میت راضی باشد. آمین. روحش شاد و روانش آباد باد. آمین. روحش شاد و خانه قیامتش آباد باد. آمین. روحش شاد و سؤال منکر و نکیر برای سال آسان باد. آمین. انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را. خوشا آنان که با عزت زیگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، زکالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. از این لحاظ دعا میکنیم که خدای رؤوف و مهربان عذاب مشقت قبر و شکنجه قبر را برای سال آسان بفرماید. روح این میت را در بهترین جوار رحمتهای خیش جای عنایت فرماید. جنت الفردوس نصیبش بفرماید. مشکلات عالم برزخی و مشکلات عالم قبر را برای سال آسان بفرماید. و سؤال منکر و نکیر را برای سال بکند، آسان بکند. والله رب العزت چهره های منکر و نکیر را مثل آفتاب و مهتاب درخشان و تابان بکند. ترس و رعب و وحشت را از دلش بردارد و کلمات را به زبانش بیارد. مورد رضایت خدا و رسول خدا، مورد رضایت منکر و نکیر قرار بگیرد. عزیزی دلم دعا بفرمایید که الله رب العزت روز قیامت این مادر فرزانه را در صف بهترین زنهای صدر اسلام، در صف عایشه طاهره، در صف فاطمه الزهرا، در صف خدیجه الکبری، در صف زینب ها و سایر بالاخره ازواج مطهرات
آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد. آمین. بیشتر مزایم اوقات دوستان و عزیزان و سرورانم نخواهم شد و همه شما را به خدای رؤوف و مهربان میسپارم. خدای عزوجل توفیق عمل برای من و شما عنایت فرماید و میدان عمل را برای همه من و شما باز بفرماید آمین. و کشتی نجات مؤمنین و مسلمین را به ساحل برساند. خدا یار و مددگار و ناصر همه شما باد. آمین. آمین.